سلام علیکم تماشابینان محترم. اینک برنامه نوبتی خود رو شروع میکنیم و متاسفانه باز برنامه است که در سببگار پیدا شدن این برنامه و پیدا شدن بنده در افیر باز همون یک بدبختی شده است که این حکومت باز ملت رو با هم مواجه ساخته است و اونم باشد انتقال مبلغ های مهاجران کاری تاجیک که آخران منبعی که چشم به اون علو کردند محض همین بوده است. تا همین لحظه اگر خود همین مهاجران زیاد از همین مهاجران به خاطر محض فشار همین مقامات از تاجیکستان بیرون شدن، یعنی اندازستانی 2 سال پیش، یعنی پیش پرداخت انداز به 2 سال قرض های با فایز بلند بانک ها مجبور بسیار شهروندان ما را مجبور ساختن که ما کشورمون رو ترک کنیم به خاطر پرداخت قرض های اینها و امروز آمدند و به آن آخران نتوانستند که مهاجران ما رو اقلا چنان کنند که رنگ مهاجران قرقیز یا مهاجران دیگر کشورها از پتنت آزاد باشند یا دیگر چیز. این سال باز نرخ پتنت هم بالا رفت، ولی اینا علاوه بر این اشتیای مقامات ما، اشتیای حاکمیت اویلگیه که هر یک داماد میخواهد کیسهش از داماد دیگر، یعنی پولهاش از داماد دیگر زیاد باشند، مردم ما رو مجبور ساختن که هنوزم از کشور رو به فرار باشند و امروز شاید مجبور شوند که از روسیه هم به دیگر طرف فرار کنند، چون دیگر روسیه هم یعنی اقتصاد روسیه هم اشتیای این اویله رو برداشت کردن نتوانسته ایستاده است و خیلی متاسفم. من نمیخواستم هرگز در افیر باشم، من نمیخواستم که بهانه پیدا شود که من در افیر پیدا شوم و عموما همین کانال های ما باشند. کاش که ملت ما همین خیلی یگان مشکلی نمی داشت و ضرورتی پیدا شدن ما در اکران های شما پیدا نمی شد، ولی متاسفانه اینا نمی گذارن که ملت اقلا خلل نرسونن که ملت خودش رو سیر کند، پوشاند، خویشاوندانش رو سیر کند و آمدند و با کیسه آخران کیسه مهاجر بیچاره که هر روز با خطر جان روبرو است و چقدر در یک سال تابوت های هم ملتان ما به تاجیکستان رو میشد، اینا آمدن و با کیسه همین بیچاره دست درازی دارن و امروز برنامه ما به همین بخشیده شده است و من میخواستم محترم شهروندان تاجیکستان، مخصوصا مهاجران مهنتی تاجیک را امروز بگویم که چشممون را کشودن در کار. ما باید دانیم که همه این را شخص امام علی رحمانوف خودش شخصا همین تشبسکار است
ما خود را فریب نکنیم که این داماد سر نمی شود، او دامادش سر نمی شود، او یزنش سر نمی شود و ما آیمو بگوییم که نه عیبدار این رحمانوف نیست و اینها دختران و خداهایش سر نمیشن. نه، این خود رحمانوف است، باور کنید. و ما باید همین رو دانسته باشیم که سببگار تمام بدبختی های ما خود شخصا رحمانوف است و حکومت اویلویی که او بنیاد کرده است و تا از همین آزاد از همین حکومت اویلوی نشویم به همین روز با همین مشکلات روبرو خواهیم بود. امروز در صحبت با ما شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شرکت دارد و چون از نزدیک با این آیله و با اقتصادیاتی که این آیله جاری کرده است در تاجیکستان شناس است و همه این اقداماتی که امروز ما هممون شاهد شده ایستادیم، نه فقط ما بلکه تمام دنیا با خبر شده ایستاده است، شرافالدین گدایف از این بیزنسی ویژگی بیزنس های اویله رحمانوف هنوز از سالهای شاید 2008 شناس باشد و اون وقتی که ما هممون حتی اکثریت تماشابینانی که امروز ما را تماشا میکنند برام بودن که رحمانوف بهترین انسان است و یعنی دزد نیست و غارتگر نیست. همین شرافالدین گدایف از این باخبر بود و امروز میخواهیم که از تجربه این برادر از تجربه خود به ما چند سخنی داشته باشد و باز با شما خواهیم بود. مرحمت. خوب. درود و سلام آقای علیم. درود و سلام به همه بینندگان و شنوندگان شبکه پیمان ملی تاجیکستان. متاسفانه امروز چنین یک در کشور ما چنین یک قرارهای ضد ملی و قرارهای ضد منفعت‌های مردم برآورده می شود و این قراری که اخیران هم برآوردن بانک ملی تاجیکستان با نظر داشتی منفعت‌های خانواده امام علی رحمانوف گرفته شده است و در اینجا ضرر می‌بیند مهاجر تاجیک، در اینجا ضرر می‌بیند آنهایی که نانآوری خانوادهشان هستند با سبب همین نظام از کشور بیرون شدند. متاسفانه امروز دارند باز نظام‌های را جاری میکنند که باز هم به ضربه به کیسه آنها، ضربه به روزگاری آنها میزنند. چون شاید در اولها این به آنقدر برای آنها تاثیر نداشته باشد، ولی وقتی این نظام پورا جاری می شود آهسته آهسته دوره به دوره این تاثیر می رساند بالای آنها. بنابر همین این قراری که اخیران هم گرفته شده است، این قرار نه بلکه برای آسان کردن، نه بلکه برای تامین کردن امنیتی و ثبات در تاجیکستان و پیشگیری کردن از تروریسم، بلکه تنها به منفعت خانواده گرفته شده است. گرچند که جمالدین نورعلیف در یک صحبتشان معاون رئیس بانک ملی دامادی رئیس جمهور قید کردند که این با نظر داشتی نزاع‌های اقتصادی و سیاسی بین ابرقدرت‌ها و در جهان باعث سرمایه‌های گلوبالی و کم گشتن سرمایه گلوبالی شده ایستاده است. این یک افسانه بیش نیستند، چون که آن چیزایی که امروز در تاجیکستان عزیز ما میگذرد سبب مانع‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان محض خود خانواده رحمانوف، محض آن نظامی که بالای مردم آورده‌اند همین نظام است و این سبب شده نمیتواند. اینجا چگونه که در سال 2010 آمدن یک تعریف های گذاشتند که
ما این راهو پلاکی میکنیم تنها به خاطر خوبتر و بهتر گردیدن همین راه باشد و مردم از این به منفعت مردم است. یک چیزی ضررآور رو اینها همیشه میآورند به منفعت نشان میدن، ولی این به ضرر مردم تمام میشود. چون ببینید در خود دیگر شبکه‌هایی که هستند، مثال فرض مثال کانتاکت و یونیستریم و دیگرها، اینها کم نقطه‌های انتقال پول در خود روسیه را دارند که برای هر یک مهاجر برای انتقال دادن مبلغ هر یک دقیقه هر یک ساعت مهاجر ضرور است که آنها برگشته به کار و فعالیت خود باشند و نرخ یونیستریم و دیگر شبکه‌های انتقال پول نسبت به شبکه زلاتوی کرونا قیمت‌تر است. در همین صحبت هم خود جمالدین از زلاتوی کرونا نام نبردن، ولی گفتند که یک شبکه 82% انتقال مبلغ‌های پولی را زیر نظارت خود درآورد، یعنی که 82% از این شبکه انتقال می‌یابد. و وقتی که ما نگاه میکنیم که نظام مالیوی تاجیکستان پورا قریب به دست خانواده است و 85 تا 90% در دست خانواده رحمانوف بانک ها هستند. البته از این انتقال مبلغ های که از روسیه به تاجیکستان انتقال میگردند به منفعت آنها هم نخواهد بود، چون که وقتی که یونیستریم 1% یا 1.5% میگیرد و فرض مثال زلاتوی کرونا در اینجا 0.5% میگیرد، همین 0.5% بین بانک ها و شبکه انتقال پول زلاتوی کرونا تقسیم کرده می شود. ولی به تقسیم کردن همین حصه بانک هایی که مثال به داماد و دختران رحمانوف هستند کم میرسد، چون خود همین نظام انتقال پول فایزناکیش کم است. به این خاطر آنها نمیخواهند که چنین شبکه ها اول در کار باشند، چون اگر آنها چقدر نظام خدمت رسانی را پایان بیارند همان قدر به منفعت خانواده نخواهد بود. به این خاطر آنها آمدن گفتند که راه یگانه و بهتر از بین بردنی همین است. من در اینجا فکر میکنم که یک نظام کروپسیونی هست و یک نظامی هست که برای به وجود آوردن مبلغ ها به دست آوردن مبلغ های بیشتر اینها را تشکیل کردند و معاون بانک ملی تاجیکستان جمالدین نورعلیف داماد رئیس جمهور میخواهد از این فرصت استفاده برد و این فرصت رو به منفعت خود استفاده برد و اگرچند که این رو باز میگویم که به مسائل امنیتی ربط میدن، هیچ ربطی به مسائل امنیتی ندارد. غیر از این اگر که ما نگاه کنیم در واقع نزاع در مسائل گلوبالی نیست و نزاع را از بیرون همیشه اینها تاکید میکنند که ما باید سیستم مستقل داشته باشیم. نزاع در داخل خود خانواده بین داماد و دختران رئیس جمهوری تاجیکستان به وجود آمدگی است، چون یک مسئله دیگر جنجال ها بین دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان در مسئله کنورتاسیا، یعنی عوض نمودن اسعار ملی به اسعار تاجیکی است که در بین آنها 5 تا 6% که در اینجا تفاوت دارد، اینا 5-6% از این انتقال مبلغ ها پول کار میکنن. نیزا در داخل خانواده است و جمالدین نورعلیف که بسیار یک شخصیت در این کارهای فریبگرانه ماهر است و در بانک هم است و این طرحی که امروز پیشنهاد کرده ایستادن راه اندازی کردن، این هم از یک جانب یک متخصص یوری است که متخصص یوری بانک که در ساحه بانکداری کار میکند. از سال 2014-15 این مسئله در رویش کار کرده ایستادن و همون چیزی که بانک های تاجیکستان مسئله نقطه های اسعار تاجیکستان بستن، اینا همش در یک از جانب یک آدم پیشنهاد کرده شده است که این همون متخصصی یوری بانکدار است. یعنی که این همه لایحه ها همه این طرح‌ها به خاطر بیشتر زیر نظارت گرفتن اسعار خارجی و بین دامادها تقسیم کردن این بود که جمالدین نورعلیف از مهارت و از این میخواد استفاده برد و اینها را زیر نظارت خود درآورد. و دوما این بیشتر کردن
ذخیره‌های اسعاری در داخل خودشان که چقدر اگر اسعار باشه در داخل خودشان باشد آنها نه بلکه در داخل تاجیکستان میتوانند با این اسعار مبادله این رو استفاده برند. اگر ما در آدم‌هایی که در بانک ها کار کردگان آنهایی که در نظام مالیوی کار کردگی هستند قدری 250 تا 300 میلیون دلار میدانند که این قدر چقدر قیمت و قدر دارد. فرض مثال طلبات امروز این نظامی که پیشنهاد کرده ایستادن این است که باید که یک ماه ذخیره پولی که برای انتقال مبلغ ها می شود باید که در بانک ملی نگهداری کرده شود. اگر که این با منفعت مردم اگر استفاده میشد در بازار مالی تاجیکستان استفاده میشد من از این استقبال میکردم، ولی متاسفانه چون من از این خانواده رو خوب میدونم و خوب میشناسم آنها هیچگاه اینا به منفعت ملت و دولت استفاده نمیبرند و این میرود به منفعت خود شخصی آنها. اگر که در یک سال 3 میلیارد باشد اگر ما ماهانه حساب کنیم پول مهاجران رو 250 میلیون میشد. همین 250 میلیون اگر در یک روز در بیرژه 3-4 عملیات گذراندند با همین پول این یک پول خوبه برای آنها، یک مبلغ خوبی برای آنها می آید. غیر از این پول همین مهاجرانی که از روسیه به تاجیکستان انتقال می شود هر مهاجر سری وقت پولش را نمیگیرد. مثال مهاجر انتقال میتد یا 2 روز پس یا 3 روز بعد 2 روز یا 3 روز ماندن پول مهاجر در داخل همین بانک های اینها اینم به منفعت همین بانک ها است. پیشتر گفتم که 80 تا 85% بانک های تاجیکستان در دست خانواده امامعلی رحمانوف است، یعنی که همه آن چیزی که امروز در سیستم مالیوی میگذارد به منفعت آنها تمام می شود. وقتی که اینا همه به منفعت اینها تمام می شود این نیزاهایی که در بین خودشان هست همین رو میخواهد جمالدین نورعلیف در زیر دسته و نظارت خود گیرد، چون خانواده خیلی زیاد شده است، فرزندها زیاد شده ایستادند و مجبور هستند که سیستم ها رو تقسیم کنند. این سیستم تقسیم کنی از سال 2007 2008 بعد از یک جنجال های بین رستم و تخمینه و دیگرها با وجود آمد این پرزیدنت کنترل کرد، ولی حاضر با نبیراها سری قدرت آمده ایستادند، نبیراها کلان شدگی هستند، آنها الکی به تجارت ها دست زده ایستادند. یعنی طلبات در اطراف خانواده خویشاوندان نزدیکان زیاد همینقدر زیاد شده ایستاده است، همینقدر فشار بالای مردم باری گران خانواده بالای یک ملت افتاده ایستاده است. رقابت ها جنگ و جدال ها بین به دست آوردن بیشتر مبلغ های خانواده این آورده به ضرر مردم، به ضرر یک مهاجر، به ضرر آنهایی که این چرخه اقتصادی کشور را پیش میبرند به ضرر آنها شده ایستاده است. بنابر همین من این طرحی که پیشنهاد کردن این طرح رو به منفعت ملت و دولت تاجیکستان نمیدونم و این طرح تنها به خاطر منفعت یک خانواده به دست وای گرفته شدگی است. در مسئله های امنیتی میگویم من در مسئله های امنیتی تماما با آنها راضی نیستم، چون در نزد بانک ملی تاجیکستان در نزد دپارتمنتی دقیق‌ترش بانک ملی تاجیکستان دپارتمنت اطلاعات یک شعبه تکنیکی است وابسته به نظارت مبلغ های وارد و صادر شونده، یعنی مبلغ های کلانی هستند که برای وارد صادر شدن اینها با کمیته امنیت دولتی ملی تاجیکستان با هدف های پیشگیری کردن از تروریسم و گروه های افراطگرایی و پولشویی چیکار میکند؟ خدمت میکند. یعنی که این شعبه هست، همین شعبه کار میکنه و مبلغ هایی که برای تروریسم اصلا مفهومی مبلغ ها برای تروریسم این پول های کلان در نظر دارد. این پول هایی که $500 $600 $400 یک مهاجر تاجیک در نظر ندارند یا $5000 یک مهاجر در نظر ندارند. این یک گردش های پول های کلانی که در مسئله های تروریسم روانه کرده می شود. فرض مثال ما پیشتر در نظام بانکی همین انتقال مبلغ ها کار کرده هستیم یک کم و بیش خبر داریم. وقتی که ما مبلغ ها رو انتقال میدادیم اگر از $1 میلیون میرفت
این حتما در سنجشی اگر چیز نیویورک بانک میگذاشت این در سنجشی همون بانک قرار میگرفت. اگر 999,000 میشد در سنجش قرار نمیگرفت. یعنی چی؟ یعنی تو 1 میلیون اونها یک سکه گذاشتگی بودند که این پولها رو نظارت میکردند که تا اینکه با همون هدفهایی که استفاده میشود با همون هدفها رود یا اینکه پولشویی نباشد. یعنی که این مسئله معین بود ولی اینکه به هدفهای تروریسم نرود به هدفهای دیگر نرود. ولی یک 500 و 600 دلاری تاجیک به هدفهای تروریسم نیست، به هدفهای اکستریمیست نیست. این یک چیز ساخته است، یک چیزی که امروز در میان سر مردم اینقدر تروریسم اکستریمیست شناندن که هر چیز رو آورده رد میدن به آن و در زیر این منفعت های اقتصادی است. این جنجال های اقتصادی است، نه امنیتی نه دیگر و فلان و بیمدان. اینا فقط تنها به همین است. در مسئله دیگری که میگویند که ما پیشگیری از پولشویی میکنیم، پیشگیری از پولشویی این هم یک دروغی محض است. غیر از داماد و دختران امامعلی رحمانوف در تاجیکستان کسی به پولشویی دست ندارد. تمامی تجارت ها زیر دست آنها، تمامی مبلغ ها، تمامی عملیات های بانکی مالیوی زیر دست آن. کی غیر آنها میتواند این دست به پولشویی زند؟ این یک گپی دروغ و فریب است. خود شمس‌الله صاحب، خود حسن اسدالله زاده، تمامی همین دختران به پولشویی مشغول هستند. پولهای دیگران رو میشویند، 15 تا 20% از این کاری غیر قانونیشان مبلغ میگیرند و پولهای خودشان رو در اینجا میشویند و در شرکت صورت حساب‌های بانکی خود جابجا میکنند. اینا همه دلیل‌های بافته و ساخته هستند که پیشگیری از پولشویی، اینا همه بهانه هستند. اینجا تنها یک نظام کروپسیونی رو راه اندازی کردگی هستند که این نظام کروپسیونی به مهاجر تاجیک، به عائله تاجیک، به خانواده تاجیک، به هر یک فرد تاجیکستان ضرر می آورد. این سیستم کروپسیونی برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی، برای تمامی روندهای اقتصادی تاجیکستان ضرر آور است. ما امروز میبینیم که این چیزی که امروز پیشنهاد کردن این یک چیزی نمیشدنی است. این یک چیزی ظلم است که بالای مردم دارن این را پیاده میکنن و ناموفقی این رو ما در یک چند روزی که آغاز این برنامه شد ناموفق بودن برنامه آنها رو دیدیم که تا 60% مبلغ پول مهاجران در چند روز آخر کاهش یافت. غیر از این مردم نمیتوانند سری وقت پول خودشون رو گیرد. برای مهاجر مشکل ایجاد کردن، برای مهاجری تاجیک امروز سرگردانی ایجاد کردن. این حکومت، این خانواده، این اولاد همیشه برای ملت و دولت، برای شهروندانشون مشکل رو ایجاد میکنند. هیچگاه من ندیدم در جایی که دست یک مهاجر رو گرفته باشند، دست یک شهروند رو گرفته باشند، یک قراری قبول کرده باشند که با منفعت ملت و دولت بوده باشد. همه اون چیزی که امروز شده ایستاده است، همه اون چیزایی که امروز کرده ایستادن با منفعت خانواده، با منفعت یک شخص، با منفعت یک اولاد برای نگه داشتن قدرت و منفعت‌های اقتصادی خودشون است. دیگر بس و خلاص. من دیگر در اینجا چیزی رو نمیبینم. اکی علیم. اکی علیم. خب با تشکر از برادرمون شراف‌الدین گدایف میخواستم یک دو علاوه دیگر کنم در مورد اون پولشویی که برادرمون شراف‌الدین گفت. واقعا کی در تاجیکستان میتواند با این کار دست زند، به همین پولشویی که ویو میگن؟ این فقط از اعضای خانواده در همین بیزنس کلان همه در دست اعضای خانواده است و اگر کسی هم پولشویی در تاجیکستان امکان پولشویی کردن داشته باشد، من نمیگویم که میکنند، در اصل همه پولشون در جزیره و ویرجینیا و دیگر جا هستند، همین خودش پولشویی است. لیکن دیگر در تاجیکستان کی است که با پولشویی دست میزند؟ این واقعا خیلی با مورد قید کرد برادرمون شراف‌الدین. و یک گفتنی دیگری داشتم. دقت کنید که در اقتصادیات تاجیکستان امروز اساساً همین مبلغ‌های مهاجران مهنتی، یعنی 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رو
مبلغ‌های انتقالی مهاجران مهنتی تشکیل میکنم و چند به پیش معاون رئیس بانک ملی هم دعوت کرد که زیاد از روزنامه‌نگاران دعوت کرد که زیاد از مبلغ‌های مهاجران مهنتی بیایید نگوییم، یعنی همین شرمندگی ما رو به دنیا دیگر نبرارید و در کوتاه مدت حتی در 5-10 سال آینده به نظر نمی رسد که جایگزینی همین انتقال مبلغ‌های مهاجران مهنتی جایگزین این یگان ساحه اقتصادیات دیگر تاجیکستان شود. یعنی امروز که اینا دست به همین کار زدن و همان 1 یا 1.5 یا نیم فایزه که به آن چشم علا کردن، باور داشته باشید که این سال حدود 3 میلیارد دلار مردم تاجیک انتقال میدهد. پگاه فرزندان شما که امروز پول انتقال میدهید، فرزندان شما که در مکتب ها میخونند، پگاه اونها هم پیش شما میآیند و تعداد شما زیاد میشود و مبلغ های ارسال کرده شما هم زیاد میشود و این در درازا خیلی عمل حسابی شده ای همین جمال الدین نورعلیف است که سالهای زیاد از این درآمد گرفتنی است و اگر بعد 5 سال 10 سال به نظر گیریم، نیم فایز این خیلی فایز کلان است و ما باید از این آوازمان را بلند کنیم. هر یک مهاجر مهنتی، هر یک آدمی که کمک درک دارد، باید آرام نایستیم، باید آواز بلند کنیم، باید اجازه ندهیم که اینها به کیسه هر یک شهروند ما، هر یک فرزند ما که هنوز در مکتب میانه میخواند و هنوز تولد نشده است، اینا در کیسه همه اونها دست زده ایستادن. خب دوستان عزیز، ما ادامه این موضوع در روز دوشنبه در همین کانال در وقت اروپا ساعت 16:30، با وقت مسکو ساعت 18:30 و با وقت دوشنبه ساعت 20:30 میز مدور برگزار می شود با کارشناسان. ما از تماشابینان خواهش میکنیم که می توانید سوالای خود را روان کنید. ما در اینجا رقم‌های تلفن ها رو میمانیم که شما می توانید با اون در همین میز مدور زنگ زده به واسطه خودتان شرکت کنید، فکرهای خود رو ابراز نمایید که ما با فکر و اندیشه های شما هم نیاز داریم که باید هممون در این معرکه که از بین بردن همین غارت حکومت اویلوی ما باید سرجم شویم و اجازه ندهیم که از این بیش ملت رو غارت کنند. تشکر از دقتتان.